در شهر مسکو 71مین جلسه شورای اقتصادی ایتالیا دولت‌های مستقل برگزار گردید. در روزنامه جلسه نوبتی دوره وسیع مسائل همکاری‌های بین مملکت‌های ایتالیا دولت‌های مستقل در ساحه اقتصادیات به میان گذاشته شد. موضوع اساسی جریان اجرای مقررات سازشنامه منطقه سودای آزاد از 18 اکتبر سال 2011 اینچنین نتیجه‌های تطبیق نقشه چهاربین‌ها باید به عملی سازی مرحله دوم برای سالهای 2012-2015 و استراتژی رشد اقتصادی ایتالیا دولت‌های مستقل برای دوره تا سال 2020 بود. همچنین اشتراکیان جلسه تطبیق کنسپت هماهنگسازی سیستم‌های اداره‌کنی حرکت هوایی ملی کشورهای ایتالیا دولت‌های مستقل، برنامه همکاری‌های کشورهای عضو ایتالیا دولت‌های مستقل در سمت استفاده آسایشته نیروی هسته‌ای برای دوره تا سالهای 2020 با نام همکاری نیروی هسته‌ای ایتالیا دولت‌های مستقل را در روزنامه جلسه جای دادند. لایحه سازشنامه‌ها درباره مبادله معلومات ضروری برای معین و نظارت نمودن ارزش گمرکی مال در ایتالیا دولت‌های مستقل، همکاری کشورهای ایتالیا دولت‌های مستقل عاید در ساحه تربیت حقوقی استعمال کنندگان، ساحه کرانتین رفتنی، کنسپت تشکل و رشد مالکیت ذهنی در بازار کشورهای ایتالیا دولت‌های مستقل، پروتکل و اعلامیه‌ها با سازشنامه درباره همکاری در ساحه حمایت حقوقی و حفظ مالکیت ذهنی و تأسیس شورای بین‌الدولتی عاید به مسائل حمایت حقوقی و حفظ مالکیت ذهنی، استحصال دورنما و استفاده ذخیره‌های انرژتیکی عاید به مملکت‌های ایتالیا دولت‌های مستقل برای دوره تا سال 2030 و نقشه چهاربینی‌ها برای عملی نمودن استراتژی رشد فعالیت آب و هواشناسی ایتالیا دولت‌های مستقل تصدیق کرده شدند. گزارش مفصل عاید به رشد سیاست رقابت و نقش مقامات آنتی‌مونوپولی در حل مشکل‌های اجتماعی و اقتصادی، شرح سیاست سودای جمهوری مولداوا درباره وضع معیارسازی زمین‌های تعینات استفاده دریایشان کشاورزی ایتالیا دولت‌های مستقل و دورنمای رشد آن به اشتراکیان جلسه پیشنهاد شد. اینها برای در ملاقات یک قطار مسائل بودجه‌ای، مالیوی و تشکیلاتی مورد بررسی قرار گرفتند. طوری که معمولا پس از آموزش مسئله‌گذاری‌های در جریان چهاربینی محاکمه‌رانی گشته، لایحه حجت‌ها به سران حکومت‌های ایتالیا دولت‌های مستقل پیشنهاد کرده خواهد شد. برگزاری جلسه نوبتی شورای اقتصادی ایتالیا دولت‌های مستقل ماه دکمبر سال 2016 در شهر مسکو به نقشه گرفته شده است.